این اصلا یگان مسلمان عزت پیدا نمی کند. حتی ایدهای عادی مردمی را پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به مدینه آمدن گفتن نه، به جای این دو عید خود را که الله برای شما عید اعلان کرده است، عید رمضان و عید قربان، آن را عید کنید، دیگر عید شما نداره، تمام خرسندی هایتان را در آن روز کنید. چیزی دیگر این است که سبحان الله، بجای اینکه بگوییم سالی، یعنی منطقا اگر فکر کند هم یک آدمی مسلمان و غیر مسلمان، از چی است که شما 2025 را جشن میگیرید؟ یک سال عمرمون رفت، بجای اینکه گریه بکنیم که 2024 تمام شد، از وی سال تا این سال من چی کار کردم؟ من چی کار کردم برای خودم، برای عائله‌ام، برای پروردگارم، همچون یک انسانی که در این دنیا راه گذر است، من چی کار کردم؟ این سالم با کدام دست آوردها من این سال را تمام کردم؟ نه ما خرسند هستیم که انا